دادستانی کشور کراسنودار روز 21 مای خبر داد که معاون دادستانی این منطقه جنوب روسیه خلاصه عیبدارکنی نسبت به 2 نفر متهم به تشکیل بود و باش غیر قانونی 158 شهروند خارجی در قلمرو روسیه و ثبت نام قلبکی آنها را تصدیق کرد و این پرونده برای بررسی به دادگاه نویه خواسته شهر سوچی فرستاده شد. به ضد مرد 34 ساله زاده تاجیکستان و یک زن 51 ساله ساکن شهر سوچی بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه قسم دوم ماده 322 قسم 1 تشکیل ورود غیر قانونی شهروندان خارجی به قلمرو روسیه و 322 قسم 3 ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی در قلمرو روسیه عیب اعلان شده است. بنا به فرضیه تفتیشات شهروند تاجیکستان که در شهر سوچی زندگی میکرد با کمک یک زن محلی به روسیه آوردن 39 شهروند قرقیزستان را تشکیل کرده، همچنین 119 شهروند قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین را ثبت نام قلبکی کردند. دادستانی گفت از فعالیت این 2 نفر کارمندان FSB جلوگیری کردند. اکنون به آنها برای ثبت نام قلبکی جریمه به مبلغ از 150,000 تا 500,000 روبل و یا تا 3 سال کارهای اصلاحی تهدید میکند. اما برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی جزای سنگین تر است. آنها را بر اساس ماده 321 قسم 1 می توانند تا 7 سال محکوم به زندان کنند. میلیون ها مهاجری که هر سال در جستجوی جای کار مناسبتر خود را به روسیه میزنند برای قانونی کردن بود و باش خود در آن کشور مجبورند که هم ثبت نام کنند، از چند سنجش طبی گذرند و هم از زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه امتحان سپارند. تنها بعد برای فعالیت کاری پتنت بگیرند، از بس که تهیه اسناد هم وقت زیاد میگیرد و هم برای مهاجرانی که اکثرا سواد کافی ندارند و روسی رو هم خوب نمیدونند یک روند تا حد مرکب است. آنها مجبور میشوند که به میان رفها رو بیارند و به آنها پول زیاد داده امید به انصاف این میان رفها ببندند.